ای هموطن ای همزبان، درد دل ما را بدان، درد دل ما را بخوان. دور از وطن مادر با یکدیگر در هر گوشه و کنار دنیا، ما باید یک دل و یک جان باشیم. گر کی تاجیکان باشیم، دستگیری هم از دل و جان باشیم. گر کی تاجیکان باشیم، دل به اختیار این مصرع ها را می خواهد به زبان آورد و بگوید که من اگر ما نشوم تنهایم. ای هموطنی من، تو اگر ما نشوی تنهایی. چه کسی می خواهد که من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد. گرچه امروز دو نیم و دو عنوان هستیم، فهمیده گیر که ما دو جسمیم ولی یک دل و یک جان هستیم. ما همان بلخ و بخارا و خراسان هستیم، همگی رو به یک قبله مسلمان هستیم. گر کی تاجیکان هستیم، گر کی تاجیکان هستیم.